برای کار فیروزه کوبی نیاز داریم به حالا ظرف یا اون زیورالاتی که قراره روش فیروزه کوبی رو انجام بدیم. به خرده فیروزه نیاز داریم که این خرده فیروزه ها برای کار زیورالات میتونه سایز نیم و یا 1 باشه. سایز 2 به بالا میتونه برای ظروف استفاده بشه. فیروزه ها باید به صورت گرد باشه، یعنی لبه هاشون گرد باشه که به راحتی بشه کنار هم چیدمانشون کرد. به یک پنس نیاز دارید برای برداشتن فیروزه و قرار دادن روی اون زیورالات یا ظرف. به حالا میله های پلاستیکی یا چوبی نیاز داریم برای ترکیب کردن و برداشتن چسب، ترکیب کردن چسب. به رزین های 2 جزئی نیاز داریم که یکیش هاردنر هست و یکی خود ماده اصلی. از رزین پلی استر استفاده میکنیم. به چسب 2 جزئی خود فیروزه نیاز داریم که همونطور که می‌بینید یه دونش مشکی و یک دونش کرم رنگ هست، یکیش روشن یکیش تیره، که این روشن تره جزو هاردنر می باشه و برای خشک کردن چسب هست که کمک میکنه زودتر چسب خشک بشه. به سنباده نیاز داریم برای سنباده زدن کار و کفچین که اگر احیانا سنگ‌هاتون لبه‌های تیزی داره و گرد نیستن، لبه‌هاش رو با کمک کفچین بتونید به صورت گرد در بیارید. برای جداسازی سنگ‌هایی رو انتخاب میکنید که از لحاظ رنگی یک دست باشن و لبه‌هاشون گرد باشه و به هیچ عنوان رنگ سیاهی نداشته باشن، چون رنگ‌های سیاه جزو نخاله‌های کارمون میشن. سنگ‌ها رو جداسازی میکنیم در مرحله اول. برای اینکه نخاله‌ها رو بهتر تشخیص بدید میتونید از آب‌هاش استفاده کنید. رنگ‌هایی که کاملا تیره هستن باید جدا بشن. اینا نخاله هستن و هیچ کاربردی ندارن. در مرحله بعد از اینکه سنگ‌ها رو جدا سازی کردید، سنگ‌هایی رو که انتخاب کردید دقت کنید که زاویه تیزی نداشته باشن و گرد باشن. زاویه‌هایی که تیز هست رو میتونید با کفچین اضافه هاش رو کسر کنید که سنگ تیزیاش بره و حالت گرد به خودش بگیره. موقع چیدمان روی کار راحت‌تر بتونید باهاش کار کنید. معمولا سنگ‌های سایز 1 که خریداری میکنید اکثر اوقات خودشون به صورت گرد هستن. به این ترتیب پس سنگ‌ها رو جدا سازی میکنید که موقع چیدمان وقتی که من میخوام اینا رو روی کار کنار هم بچینم، تا اونجا که امکان داره بینشون فاصله نیفته و کاملا پر باشه. مسئله بعدی که باید بهش دقت کنید هست که من اینجا یه دونه سنگ روشن گذاشتم که ببینید سنگ ها رو باید از نظر رنگ بندی هم دسته بندی کنید. سنگ هایی که رنگاشون شبیه هم هست رو کار کنید. هم اگه مشخص باشه این سنگ رنگش روشن تره و نمایه کارمون رو خراب میکنه. این سنگ ها باید جداگونه برای خودشون جدا سازی بشن و کار بشن. این سنگ های رنگ روشن رو جداگونه بزن. بعضی از سنگ ها هستن که کاملا سفیدن. سنگ هایی هم که کاملا سفید هستن به این شکل، این سنگ های سفید به این وقت بیاد کنار کار، اینا هم جزو نخاله ها حساب میشن و مثل سنگ های سیاه باید از توی کارتون جداشون کنید. پس این سنگ سیاه و سنگ سفید جزو نخاله ها حساب میشن و اونها به کنار میرن. ولی سنگ هایی که آبی آسمانی روشن هستن رو میتونید توی یک دسته قرار بدین. سنگ های تیره تر رو هم توی دسته برای خودشون قرار بدین که وقتی که کار میکنین رنگ سنگ ها با هم هماهنگ باشه.
برای ترکیب کردن چسب دو جزئی فیروزه، ببینید یکی از چسب‌ها مشکی هست و یکی از چسب‌ها رنگش روشن‌تر هست. از این چسب که تیره تر هست، هر مقداری که برمی‌دارید نصف اون مقدار رو از چسب سفید یا هاردنرش استفاده می‌کنید. دقت کنید که این چسب‌ها الان نرم هستن، ولی به محض اینکه با هم قاطی شدن و مخلوط شدن فقط تا 45 دقیقه فرصت دارین که ازش استفاده کنید و بعد از اون خشک میشه و دیگه قابلیت خودش رو نداره. پس چسب رو به اندازه سطح مورد نیازتون و یا به اندازه‌ای که فرصت کنید سنگ هاتون رو چیدمان کنید فقط درست کنید. بیشتر از اون به چسب نیازی ندارید. مقدار چسبی رو هم که روی سطح کار قرار هست قرار بدین اینقدری باشه که سنگ ها توی کار غرق نشن توی چسب. من چسب رو برمیدارم. بعد از اینکه چسب تیره رو برداشتم، چسب روشن رو بهش اضافه میکنم. و این دو قسمت رو با هم کاملا مخلوط میکنیم. اینقدر با هم مخلوطشون میکنیم که کاملا چسبمون یک دست بشه و یک کمی براق‌تر بشه و هیچ رگی سفیدی درش باقی نمونه. این تا این حد باید قاطی بشه. همونجور که میبینید کاملا یه دست شد و هیچ رگی سفیدی توی چسبم دیده نمیشه. این چسب آماده است برای روی کار گذاشتن. ببینید این سطح کار رو قرار هست فیروزه کار بکنم. پس به خاطر اینکه چسب راحتی روش قرار بگیره و لیز نخوره باید توی کار یه مقداری خش بندازیم. در ضمن ما کارهایی رو میتونیم روشون فیروزه کاری کنیم و فیروزه کوبی کنیم که خط نکر داشته باشه. به این خط، این برجستگی لبه رو میگن خط نکر. ما کلا توی کار رو باید یه مقداری زبری توش ایجاد کنیم که چسب روی سطح کار لیز نخوره و به راحتی بتونید کارتون رو روی اون انجام بدید. توی کار کمی خش ایجاد میکنم با سنباده آهن که بتونم کارم رو انجام بدم و فیروزه هام رو روی کار بچسبم. چسب رو روی سطح کار قرار میدیم. این چسب باید به حدی باشه که سنگاتون رو بتونید توش قرار بدین و اندازه‌ای نباشه که سنگ ها در کارتون غرق بشن. وقتی که روی سطح بعد از اینکه روی سطح کار چسبمون رو قرار میدیم شروع میکنیم به چیدمان سنگ ها. چیدمان سنگ ها از دقیقاً از ابتدای خود نکر، خط نکرمون شروع میشه. یعنی اول سنگ ها رو با خط نکر تنظیم میکنیم. نکته‌ای که باید فراموش نکنید و به خاطر بسپارید هم سطح صاف سنگ ها داخل چسب قرار میگیره.
اونجایی که امکان داره سعی کنید فضای خالی باقی نمونه. هرچه چیدمان سنگ ها مرتب تر باشه کار شما زیباتر است. خب بعد از اینکه خط نگ رو پوشش دادیم، درون کار رو هم پر میکنیم. بعد از اینکه کارتون تموم شد، سنگ ها رو با خود همین پنس یا با یک کاردک یا یک سطل صاف کمی فشار میدید که کاملا درون چسب جا بگیرن و فضای خالیشون تنظیم بشه که موقع ساب دادن از چسب جدا نشه. بعد از اینکه کارتون تموم شد به این شکل، مقداری از چسب رو با تینر فوری، تینری که روغنی نباشه، رقیق میکنید و روی سطح کار میزنید تا جاهای خالی رو با خود چسب پر کنید و در نهایت بعد از ساب دادن نمای قشنگتری به کار شما بده. هر جا احساس کردین که چسب کم هست، میتونید مقدار چسب به کارتون اضافه کنید. خب همونجور که می‌بینید کار من کامل پر شد. سنگ ها رو کاملا فشار میدم که کنار هم جا بگیرن و اگه جای خالی هست رو ببینم و پر کنم. به این ترتیب کار سنگچینیش انجام شد. کافی است که کمی از چسب رقیق کنیم و فاصله ها رو پر کنیم. البته این کار رو بعد از اینکه گذاشتیم و این خشک شد، حداقل 45 دقیقه زمان میبره. خشک شد، شما چسب رو مجددا به این شکل درست میکنید. با تینر میتونید، با تینری که روغنی نباشه، یک کمی رقیقش کنید و روی سطح کار یک لایه نازک بزنید که بعد از ساب دادن فضا کاملا پر شده باشه. کارمون توی این مرحله خشک شده، یک روز گذشته و دیگه الان میتونیم کارمون رو ساب آخرش رو بدیم و بعد از اون کار رزین رو روش انجام میدیم. رزین پلیستر رو که براق بشه و موندگاری بیشتری داشته باشه. یک ظرف آب بهتر کنار دستتون باشه که هر چند ثانیه یک باری که ساب رو انجام میدید بتونید کار رو توی آب بذارید و هم دوده‌اش گرفته بشه و هم که کار خنک بشه. این کار رو به صورت دستی میتونید انجام بدید، میتونید هم با فرز این کار رو انجام بدید. با هر دو به یه شکل هست و تفاوتی نمیکنه. دقت کنید که این کار رو تا زمانی انجام میدید که سطح کار یک دست و تمیز باشه. وقتی که کار رو به اندازه مورد نیاز سوهان زدیم، توی ظرف آب قرارش میدین تا گرده های اضافهش گرفته بشه. کار رو توی ظرف آب قرار دادم که گرده ها و دودهای اضافهش گرفته بشه. کنار میذارم و میرم برای آماده سازی رزین پلیستر که بخوام روی کار رو بپوشونم. برای آماده سازی رزین به صورت 2:1 هست که شروع به کار میکنیم. و از دومی به اندازه 1 واحد، یعنی 10
دقیقاً 2:1 این دو قسمت رو با هم مخلوط میکنیم و روی کار میذاریم. خب اندازه کافی مخلوطشون میکنیم که با هم ترکیب بشن و این مواد رو که خوب مخلوط کردیم روی کار میریزیم. دقت کنید که وقتی که میخواین ها رو ترکیب کنید رو به یک جهت باید هم بزنید. بعد از اینکه رزین رو روی کار ریختیم با استفاده از فندک میتونیم کنار کار بگیریم که اگر جایی از کار حباب داره و حباب زده این حباب ها برطرف بشه. این ترتیب اگر حبابی روی کارتون هست این حباب هم از بین میره. کار رو کنار میگذارین، حداقل 8 ساعت زمان میبره تا رزینتون خشک بشه و بعد میتونید به راحتی استفاده کنید.